درود بر شما. حال دلتون عالی؟ این بار هم با شما هستیم تا درباره دومین زبان عشق صحبت کنیم. در فایل صوتی قبلی از عشق کلامی گفتیم و این بار در مورد با هم بودن با کیفیت. تا حالا شده ساعتها در کنار کسی باشین اما بازم احساس تنهایی کنید؟ یا برعکس فقط چند دقیقه با کسی حرف بزنید و احساس کنید دنیا به شما تعلق داره؟ با هم بودن با کیفیت یعنی حضور کامل فیزیکی، ذهنی، عاطفی و روانی. فقط من و تو و گفتگوهامون. بیاید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. شرایط بودن با کیفیت رو فراهم کنید. تلویزیون، موبایل یا هر وسیله مزاحم خاموش. شنونده فعال باش. روی جملاتش تمرکز کن، به چشاش نگاه کن، حرفاشو قطع نکن و بذار با خیال راحت صحبت کنه. ولی گاه ازش سوال بپرس، بذار متوجه شه که تمام و کمال داری بهش توجه میکنی. بیان جملاتی مثل میشه بیشتر برام توضیح بدی؟ یعنی از شنیدن باطل لذت میبرم. یه شام 2 نفره ساده، پیاده روی یا خوردن چای یا قهوه کنار هم باعث کیفیت رابطتون میشه. لازم نیست این زمانها حتما طولانی باشه. همین که فقط 20 دقیقه در شبانه روز با هم بودن با کیفیت رو تجربه کنید کافیه. راستی یادت میاد آخرین باره که چند دقیقه دستشو گرفتی تو چشاش نگاه کردی کی بوده؟ یا آخرین باری که بدون صدای مزاحم تلویزیون یا تلفن همراه تونستید چند دقیقه حرف بزنید چی؟ در کلیپ بعدی با 3مین زبان عشق همراهمون باشید. رابطه هاتون شاد و پایدار.